این هفته خبر تو خبر داره براتون از حال و روز قراقاتی عظما که الان نگرانی اصلیش اینه که پیچ‌های نظام ولایت تا کجا شل شده. ببینید در این رابطه سرتشتک پاسدار سلامی چه سوتی میزنه تو تاریکی. تهدید خاصی نیست، اما نگرانی که حضرت آقا هم همیشه رو اون اشاره میکنه اینه که سپاه از هویت خود فاصله بگیره. یعنی اگر سپاه از ایمان حقیقی فاصله بگیره این خطرناکترین تهدید سپاهه. بله، تهدید خاصی نیست، فقط تا بگی پخ 6 متر از جا میپرن. معلومه اونقدر سنبه پرزور شده و بسیجی‌ها به پت پت افتادن که این پاسدار قاسمی مجبور شده دوباره به عربده کشی رو بیاره و با این چاخان بافیا یه جوری ریزشی‌های نظام رو سرپا کنه. این که بگی که محمد خانی در برابر النصره و داعش و شینبل و پشمک شهید شد، برادر خزعبلاته در نبرد رویاروی با آل یهود و آل سعود بچه شهید شد. میگفتن تو این مملکت اگر دیگه اتفاقی بیفته به دلیل اینکه آخوندا نتونستن مملکت رو بچرخونن و همه خسته شدن، کسی دیگه نمیره به جنگه. یه این که باز توی جامعه میچرخن آقا باید به چی بریم اونجا کشته بشیم ما. یه توجیهش درست، این که آقا اگر نریم اونجا بایستی خط پدافندی رو بیاری در داخل، همونطوری که طی ماه گذشته اتفاق افتاد. هر هفته وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان دارن گزارش میدن. توی 2 هفته پیش یه تیم توی کرمانشاه، یه تیم توی سرپل زاهاب، یکی هم و خدا به خیر بگذرونه. اما لاستیک پنچر عظما با این تلمبه ها سالم نمیشه. سبز علی رضایی هم که دید تنور خالی بندی گرمه، یه خمیر نیم بند چسبوند و یه چنین قمپوزی در کرد. چه داخل ایران و چه در بیرون ایران کاملا حس میشه. همین امروز مقام معظم رهبری یه جمله‌ای رو از شورای راهبردی آمریکا قرائت کردن که اونا گفته بودن سپاه پاسداران حتی در نظم منطقه هم مؤثر هست. تأثیرگذاری سپاه تو نظم منطقه همونقدر واقعیه که این بچه تونسته باباش رو کول کنه. توی دعوای انتخابات سال آینده دلواپسا اولش یه قپی اومدن که قاسم سلیمانی میخواد رئیس جمهور بشه، ولی بعد طرف که خودش میدونست زیر تحریم و اگه بخواد توی این عرصه بیاد جز آبروریزی چیزی نداره، جا خالی داد و گفت من تو همون حرفه خودم راحت ترم. و بعد از اینکه در هفته‌های اخیر یه مقام آمریکایی گفت باید روحانی رو در ایران تقویت کنیم و قاسم سلیمانی رو تضعیف، و بعد از اینکه همین حرفا در هفته گذشته بهانه‌ای شد برای روزنامه آفتاب یزد تا در مورد 2 قطبی خطرناک حاج قاسم و پرزیدنت روحانی متشکریم تیتر بزنه، و بعد از اینکه حاج قاسم هم در واکنش امریکایی‌ها در پیامی به مردم اعلام کرد تا آخر عمرم در این جایگاه سربازی خواهم ماند، روزنامه‌های اصلاح طلب دوباره از خودشون ابتکار زدن و تیتر زدن آب پاکی سردار روی دست شایعه سازان. پاتک رسانه‌ای سردار به تک روانی دشمن، سرباز ولایتم و سرباز میمانم. به این ترتیب خواستن قاسم سلیمانی رو به عنوان رئیس جمهور قنداق کنن، ولی اون بازم رفت دنبال قاچاق خودش. این هفته شیخ فرید در حالی راهی نیویورک شد که تو جیب عباش هیچ چیز جز مشتی دروغ شاخدار نداشت. طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم بالمره و همون روز لغو شود. توجه کنید
نه تعلیق شود، نه تعویق شود، لغو شود. این خالی رو برای خوروندن زهر اتمی به عظما بست. حالا هم داره خالی میبنده تا زهر منطقه‌ای رو بخورونه بهش. شرایط جهان و شرایط منطقه شرایط مناسبی نیست. ما همه باید به دنبال صلح و ثبات در منطقه خودمون و در سطح جهان باشیم. حالا کنار این جام زهر منطقه‌ای، جام زهر حقوق بشر هم هست که این یکی حسابی خون به دل عظما کرده، تا جایی که این ممجواد لاریجانی رو فرستاده بره ایتالیا، بعد اونجا قولنج کرامت انسانی بگیره. یکی از جایی که بسیار کلیدی هست مسئله کرامت انسان هست. ما بر اساس تفکر اسلامیمون کرامت انسانی رو صدقه حکومت‌ها یا سازمان ملل یا مصوبات و منشورهای بین‌المللی نمیدونیم. کرامت انسانی رو یک هدیه بزرگ الهی میدونیم که قابل حذف نیست. خلاصه این که چاخانگویی و خالی بندی به قدری تو نظام مد شده که حالا تو برنامه‌های تلویزیونی هم اینجوری دستشون میندازن. از اون بالا میگه خوشبختانه همین لحظه به من خبر دادند نرخ تورم منفی شده و قیمت‌ها دارند نیم ساعت یه بار کاهش پیدا میکنن. به لطف تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته دیگه هیچ جوون بیکاری وجود نداره. یه دونه بود، اونم امروز صبح مسئولین یه مغازه دونفش براش وسط بازار گرفتن. بازنشسته ها همه سرمایه‌دار، همت شرق به غرب روون، نمودار رفاه اقتصادی در اوج محور ایکس هاست، شاخص فلاکت رادیکال 2/3 منهای عدد پی، میزان کل مواد مخدر موجود در کشور 10 گرم که 5 گرمش هم دیشب طی عملیاتی امها شد. دریاچه ارومیه خروشان آلاله قنچه کرده. حالا توی این وانفسا عظما تو حال خودشه و ریشش رو گره زده به زلف اقتصاد مقاومتی. راه علاج حقیقی مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درونزا نباشد، در نهایت این معادله شکست خورده است. این همه گفتن اقتصاد مقاومتی، تهش این شد که 4 تا شعار بنویسن رو دیوار و دل خودشون رو خوش کنن. دیوارهای شهر مشهد این روزها تابلو اعلاناتی شده برای این جوانهایی که میگویند از هر ابزاری استفاده میکنند تا حرفشان را به گوش مردم برسانند. این دیوار نوشته ها یکی از اقداماتی است که توسط 250 مسجد شهر مشهد در قالب جشنواره اقتصاد مقاومتی در حال اجراست. این هم یه تصویر جدید از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی که نشون میده همین پراید چه کارایی در ساخت و ساز ساختمون میتونه داشته باشه. برو کنار. عادی برو کنار. برو بالا. برو بالا و جا نرو. آزادش کن. آزاد. عادی خلاص کن. بعد از سمکوبی‌های بوفالای ولایت یعنی علم الهدا برای تعطیلی کنسرت‌ها، تو این برنامه یه نظرسنجی به راه انداختن که نتیجهش این شد. اما نکته دیگری که هست اینی که ما جلسه پیش به خاطر اینکه بحث خیلی اوج گرفته بود ما نشد که نتایج پیامکی رو اعلام بکنیم. ما بدون 1% انحراف این نتایج رو اعلام میکنیم. من
سوال پیامکی هفته پیش رو خدمت شما میگم. سوال این بود: به نظر شما آیا برگزاری کنسرت ها تو شهرهای مذهبی چه پیامدهایی میتونه به دنبال داشته باشه؟ گزینه اول این بود که شهر مذهبی رو تبدیل به شهر غیر مذهبی میکنه. گزینه دوم این بود که ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی پدید میاره و گزینه سوم این بود هیچ کدام، بلکه میشه با مدیریت خیلی فرهنگی درست ما بتونیم یک کنسرت سالمی رو شاهد باشیم. 99.3% از دوستانی که پیامک داده بودن گزینه 3 رو انتخاب کردن. فیلم قلاده های طلا رو که یادتون هست، همون فیلم وزارت اطلاعات که درباره نقش دشمنای نظام تو قیام 88 درست کرده بودن و بیشتر به عنوان مضحکه و طنز بهش توجه شد، الان برای بازیگرانش دردسر آفرین شده. امین حیایی بازیگر سینما به شبکه 3 تلویزیون اومد و گفت زمانی که در بعضی فیلم‌ها از جمله قلاده‌های طلا ایفای نقش کرده، از طرف همسنفی‌هاش یعنی عده‌ای از اهالی سینما مورد غضب و تحریم واقع شده. بهت گفتن که همکارات اومدن و گفتن اگه امین حیایی باشه ما بازی نمی‌کنیم. امین حیایی الان قلاده‌های طلا رو بازی کرده و اون منفوره. بعد از این مصاحبه تیویریش که دید خیلی سیت شده، تحت عنوان نظرسنجی یک دیاگرام نشون داد که سوتی طرف رو بپوشونه. همون شب از بین فیلم‌هایی که امین حیایی بازی کرده یک نظرسنجی هم انجام شد و بیشترین رأی از طرف مردم به 2 فیلم قلاده‌های طلا و اخراجی‌ها داده شد. البته تصویری که این بازیگر با بازی توی فیلم وزارت بدنام از خودش درست کرده از اون خرابکاری هایی که با این دیاگرام ها درست نمیشه. در انتها توجه شما رو به یک فیلمبردار پر انرژی جلب می‌کنیم که اگر به جای فیلمبرداری توی مسابقه 2 شرکت می‌کرد شاید یکی از شانس‌های جدی برای کسب مدال بود.